این ویلوی 23 ساله است که عاشق دیوید 62 ساله شده. دختر انگار نمیتونه از مردان مسن‌تر سیر بشه. و نه فقط کمی مسن‌تر، بلکه خیلی مسن‌تر. بله، اون به دیوید، یک تاجر ثروتمند و بازیکن بلک جک 62 ساله علاقه‌مند شده. دیوید برای اون ماشین‌های گرون قیمت، تعطیلات جذاب و جواهرات و الماس میخره و اون از نشان دادن این چیزها ترسی نداره. ایجشون پر از تصاویر و ویدیوهایی که سبک زندگی مجلل اونها رو به نمایش میگذاره. که نه یک دل بلکه 100 دل عاشق دیوید شده، زیرا که با اون مثل یک پرنسس رفتار میکنه و تجربه های جدیدی به اون میده. برخی از مردم این رو قبول ندارن و اونو متهم به آهن پرستی میکنن که به دنبال یک شوگر ددی یا بابا شکری خودمونه. آیا این عشق واقعیه یا یه چیز دیگه‌ای در جریان؟ ما همراه باشین چون جوابشون شما رو شگفت زده خواهد کرد. با ویلو و دیوید آشنا بشید. ویلو 23 سالشه و دیوید خودمونم 62 ساله است که تقریبا جای پدر بزرگشه. به گفته ویلو، اونا در عرض 1 ساعت از اولین ملاقاتشون تو تیندر عاشق هم شدند. اینم یه تبلیغ واسه تیندر جهنم ضرر. اونا تو یک پنت هاوس بزرگ با هم زندگی میکنن و گویا به تازگی با هم نامزد کرد. ویلو میگه اونا از یک روح هستن، هر دو عاشق مهمونی و سفر و غذاهای لذیذند. وجود اختلاف سنی زیادشون ویلو و دیوید به نظر میرسه که دیوانه‌وار عاشق همند. در حالی که این زوج خوشبخت ممکنه عشق خودشون رو آسمانی بدونند، مردم میگن که ویلو چیزی جز یک آهن پرست نیست که به دنبال بیمه عمر و اعتماد دیوید. ولی روشن شد که ویلو اخلاق خاصی داره. اون سابقه‌ای از رابطه با مردان مسن‌تر از خودش داره. فقط چند ماه قبل از آشنایی با دیوید با مردی که جای نتیجهش بود رابطه داشت و قبل از اونم با یک شخص 37 ساله رابطه داشت. دلیلیه که واقعا عاشقشه و میگه پول اهمیتی نداره، اما نمیتونه در برابر نمایش دادن هدایای مجللی که از معشوق ثروتمندش دریافت میکنه در شبکه‌های اجتماعی مقاومت کنه. با وجود حرفای منتقدان، والدین و دوستان ویلو در واقع با این رابطه عجیب و غریب او با مردی که به اندازه پدر بزرگش سن داره موافقند. اما مردم هر فکری که بکنند، نظرات دیگران برای ویلو و دیوید هیچ اهمیتی نداره. اونا میخوان بهترین زندگی رو داشته باشن و هیچ چیزی هم نمیتونه اونا رو از بودن با هم باز داره. ما تو تیندر با هم آشنا شدیم. با تشکر از تیندر میتونیم اسپانسریشو قبول کنیم. میشه گفت اولین قرارشون موفقیت آمیز بوده. بعد اینکه ظرف 1 ساعت با هم دوست شدند، من هر روز صبح بیدار میشم و آیا من یه مدل تو تختم دارم و من میگم ساعت 6 صبح دارم آماده میشم برای شام سالگردمون. 3 ماه ما 3 بار به باهاماس رفتیم، پوناکانا و لاس وگاس. با این حال اختلاف سنی 40 ساله اونها مورد انتقاد فضای مجازی قرار گرفته. به من میگن آهن پرست. بعضیا میگن من فقط شوگر ددیم. صادقانه بگو تو چی فکر میکنی؟ دیویدم تو کار املاک و مستقلات تا شارلوت و اینم ویلوی منه. اینم خونمونه. این پنت‌هاوس ما تو شارلوت، تالار مشاهیر ناسکار درست تو اینجا، موزه مینت اونجاست، مرکز همایش‌ها. من اینجا بودم قبل از اینکه تو به دنیا بیای. خالیه. ما آنلاین توی سایت دوستیابی با هم آشنا شدیم و امروز دقیقاً 3 ماهه که با هم هستیم. امروز سالگردمون مبارک عزیزم. سالگردمون مبارک. این اتاق مستره. هر روز صبح بیدار میشم و آیا من یه مدل رو تختم دارم؟ آره. اون هنوز فکر میکنه که اینا واقعی نیست، ولی من بهش میگم من اینجا هستم. عشقم 3 روز پیش به اینجا نقل مکان کرده. ما هنوز تو حال جابجایی هستیم و سعی میکنم بفهمم که چقدر از کمدم باید بهش بدم. این قرار مال من باشه، اینم قرار مال من باشه و این قرار مال اون باشه. وقتی برای اولین بار دیدمش از سنش نپرسیدم. واقعا ازش نپرسیدم که چه کاره است. نمیخواستم تحت تاثیر چیزای بیرونی قرار بگیرم. میخواستم اون رو به عنوان یه شخص بشناسم. یکم نگران سنش بودم چون خیلی جوان بود. من چهرم بچگونه است. اولین بار اونو تو راه خونه بوسیدم. از اونجا به بعد رابطمون خیلی مستمر و بی‌وقفه بوده. تو این 3 ماه گذشته این جای مورد علاقه اونه.
خب من سنشو تا حالا نپرسیدم. نه اون از من نمیپرسه. رفتارش مثل یه پسر 15 ساله است. من باید ویتامین B12 استفاده کنم تا بهش برسم. واقعا میگی؟ ادامه میدیم. زندگی واسه من اونقدر هم سری نیست. ما 3 بار به باهاماس رفتیم، 2 بار به پوناکانا و لاس وگاس. 2 بار. اون منو به دیدن بک استریت بویز برد. بک استریت 4-5 سالم که بود بهشون گوش میدادم، ولی الان دیگه اونقدر بزرگ شدم که بتونم کنسرتشون برم. توی جامعه عموم مردم هرگز چیزی به هم نمیگن، اما تو شبکه‌های اجتماعی مردم دوست دارن منو آهن پرست صدا کنن. بعضی هم میگن تو فقط شوگر ددی هستی، یا میگن اون خیلی جذابه وقتی که با باباش هست، یا خیلی خوبی که با پدر بزرگت به لاس وگاس رفتی. این کاری که میکنی دیوونگیه. دیگه اجازه ندارم کامنتا رو بخونم چون این چیزا خیلی شخصیه. این طرف داره به همه بی احترامی میکنه. هر کسی که قضاوتتون کرد فقط اینو نشون بدین. مردم میگن اون منو خریده. من در نوجوانی خیلی تحت تاثیر ریانا قرار گرفتم، بنابراین ذهنیت بی‌اعتنا دارم. خانواده من خیلی از رابطه ما حمایت کردن. مامانش میگه مثل این که شما از زندگی قبلی همدیگه رو میشناختید. من گفتم واقعا؟ اونم گفت چون که من هرگز دخترم انقدر خوشحال ندیده بودم. به همه دوستام گفتم که اصلا به من هیچ ایرادی نگیرید. سلام، چطورین؟ Look beautiful as always. Thank you. جشن 3 ماهگیمونو میگیریم. خیلی خوبه. 3 ماه شده؟ 3 ماه و خورده ای. سفرمون به پونا رو خاطرت هست؟ مدل زیبام، ویلوی کوچولومو بردم. میدونی کمی عصبی بودم که اونو بهتون معرفی کنم. راستشو بگو چی فکر کردی؟ فاصله سنی خیلی زیاده، ولی خب کی اهمیت میده وقتی با هم دیگه اینقدر خوشحالید. Go for it. I'm going to be dead honest. When I saw her with you, I thought, she's way too pretty for you. How did you manage that? You're just as sweet then as you are now. So, no, I mean, you're a genuine person. And you seem very compatible. رابطمون خیلی شگفت انگیز بوده. ما چیزهای زیادی با هم به اشتراک داریم. من 2 فوریه به دنیا آمدم، اون 3 فوریه. عدد مورد علاقه اون 23، بنابراین من 2 هستم و اونم 3. ما 2 و 3 رو همه جا میبینیم. خیلی باحال. شما به عروسی ما میایید؟ درسته؟ اتفاق بیفته کجا میگیرید عروسیتونو؟ یه جت خصوصی میگیریم و همه رو با خودمون میبریم ایتالیا. تو قبلا به هم گفته بودی. به سلامتی رابطه طولانی مدتتون. آرزوی بهترین ها. ما یه سگ میخوایم. سگ یا پلنگ نمیدونم، یه چیزی شبیه این. پلنگ؟ تو فقط به من اعتماد کن. من قبلا با مردای مسن‌تر ارتباط داشتم. اونا نیازی به مراقبت ندارن. مؤدبن و میدونن چطور از یه خانم مراقبت کن. در ماشین رو باز میکنن، صندلی رو بیرون میکشن، حتی به میز میرسیم بلند میشن و اینا خیلی خوبه. واسه شام سالگردمون آماده میشیم. یه هدیه کوچولو هم داریم. امشب یه جای خاص قراره شراب بخوریم و خیلی هیجان زدم. هیچ ایده‌ای ندارم اما آماده‌ام که کشفش کنم. دوست دارم. تو همیشه منو جاهای خوب میبری. همیشه. منوی اینجا رو میدونم چطوریه. مثل رفتن به مکدونالد میدونیم چی میخوایم. بیا یه بطری شراب امپریال بگیریم. 3 ماهگردمون مبارک باشه. 3 ماهگردمون مبارک باشه. اوه یه هدیه دیگه. آیا این بهترین 90 روزت بوده؟ آره واقعا بوده. بازش کنیم ببینیم حالا این چیه؟ به گردن بند الماست هم میاد. اوه بهشون نگاه کن. الماس‌های ما برای روح‌های ما. مثل ملکه با هم رفتار میکنه. صندلی واسم بیرون میکشه. وقتی بلند میشم بلند میشه. امروز صندلیمو بیرون نکشیدی. خب مدیر یا کس دیگه. منظورم اینه که نه. خیلی خوب. این دختر زندگی منو تغییر داده. زیباترین دختریه که تا حالا دیدم. هرگز اونو ناامید نمی کنم و بقیه زندگی من با اون میگذرونم.
اون انقدر بزرگ شده که بتونه شراب بخوره. آره همینطوره. واسه احتیاط پاسپورتش هم آوردم. قبلا با دخترای زیبای دیگه هم قرار داشتم اما هیچ ارتباطی بینمون نبوده. این یه ارتباط واقعی بود و اون منو خوشحال میکنه. پس من چه کار کنم؟ دوستم داشته باش. دوستت دارم. بهت غذا بدم، ازت مراقبت کنم.